سلام علیکم دوستای عزیز، خوش آمدید به درسی ما خواندن با زبان تاجیکی. ما یک چند حرفا رو علقه یاد گرفتیم با دختری من معجزه و ما دوام میدیم آموختن حرف ها و خواندن با این حرف ها. بیایید امروز کمی تکرار میکنیم. میلش معجزه تکرار میکنیم. این کدام حرف؟ کدام صدا میده؟ آفرین، این حرف صدای آ میده. این حرف کدام صدا میده؟ نه. برق. تو میتونی صورتش به نگاه کرده که برق. این حرف کدام صدا میده؟ درخت. این حرف کدام صدا میده؟ ماشین. آفرین معجزه. این حرف کدام صدا میده؟ نه. آفرین. این حرف صدای او میده. مانند کلمه آفتاب. آفرین. و بیا دیگر حرف ها رو دیده میبریم. این حرف کدام صدا میده؟ ر. صورت روی. این حرف کدام صدا رو میده؟ ای. ایزی پو. ایزی پو. این حرف کدام صدا میده؟ سری آدم. این حرف کدام صدا میده؟ کلید. این حرف کدام صدا میده؟ او. استخوان. و این حرف کدام صدا میده؟ لب. آفرین. با یاد گرفتن حرفای نو امروز تیار شدیم. بیا 3 حرف نو امروز داریم که امروز یاد میگیریم. این حرف صدای ت میده. دیدی؟ خط راست و یک خط راست از بالا. خط راست و خط راست از بالا. معجزه. کنی بیا صورت ها به نگاه میکنیم. این صورت چی؟ تورت. تورت. امروز روز تولد معجزه است و امروز ما تورت میخوریم. و این تربوز. آفرین، تربوز. و این صورت چی؟ تورتنک. و این صورت چی؟ تیرسه. همه اینها صدای ت میده. و حرف دیگری که ما امروز یاد میگیریم این حرفی که صدای و میده. و مانند کلمه ولکان. این صورت ولکان است. و این صورت چی؟ ورتالوت. و این صورت چی؟ ورگول. ما ورگول میمونیم در خط وقتی می نویسیم. اینجا دیگر حرفی که صدای گ. آفرین. گ. این صورت چی؟ گو. گوش کنیم. گو. این چی؟ گوش. آفرین. و این چی؟ خطا نشان دادم. انا این صورتی گندوم. ما از گندوم خرد کردن نان پخته میخوریم. و در بالا صورتی گردن. همه اینها صدای گ میتید. پس امروز ما با همین حرفا میخونیم. معجزه. کنی این کلمه چی نویسگی؟ سر. نه، این حرفی نو که ما یاد گرفتیم. گ. سگ. کوچک رو ما با سگ میگیم. سگ عکاس میزند. وک میکند. خوب، کلمه دیگر معجزه. کنی خون. معجزه خون کلمه دیگر رو. تر. آفرین. تر. تو کی تر میشوی؟ معجزه کی تر میشوی؟ وقتی که باران میباره در بیرون باشه تر میشه. کنی این رو خون معجزه. و وک. سگ چی میگه؟ این کلمه چیست؟ واریس کسی که کلام میشد و از پدر و مادرش میراث میگیرد. کنی این چی؟
تا ب تا با تبر. آفرین، تبر. با تبر ما هزیم میشکنیم. تبر. این کلمه کنی خونچی؟ ما گفتیم این حرفی نو که ما یاد گرفتیم صدای گ میتیده. گو. این آنه کو گو. نه. ر. gur g g گرگ. آفرین. معجزه تیار هستی برای خواندن یک کتاب؟ ما امروز یک حکایت میخونیم. معجزه کنی معجزه خون. سلام من نه سلام من نه سلام نامی من لولا لولا است. آفرین است. من لای کوکو دار. اینجا نقطه میستیم. یک دم جمله تمام شد. جمله دیگر رو میخونیم. نه این این حرفی نام که امروز گذاشتیم گ گر گر قربانی من اس نقطه. دیگر جمله. می نامی گر با ام و رک است. دوستان عزیز، شما میتوانید در همینجا یک دقیقه ایستاد کرده با بچه های خود، با فرزند خود این صحیفه رو خوانید و بعد باز دوامش رو همراه ما بیاید میخونید. معجزه. اکنون اینجا رو خوان. این من نه کدام حرفی نیست. گولی من است. آفرین. انا گول. من. آفرین. تور. دم. آفرین. اینجا نقطه ما میستیم. انا تورتناک فرو اومد. من فکر کردم این گول. بیا میخونیم. وار رک ترسید. ورق ترسید. کی ورق؟ کی ورق؟ نامی کی ورق؟ نامی گل ورق یا نامی چیه؟ این نامی این چیه آخر؟ این چی است؟
گربه نام گربه ورق است. ورق ترسید. برای چی ورق ترسید؟ از چی ترسید؟ از ترسناک ترسید. آفرین. کنینش رو خونیم. با و و نه نه ترس ورق نه ترس. لولا گفته. باز خونیم. سو آها س گ گ س سگ سگی سگی کو کا کالون اومد. آفرین. سگی کالون اومد. دیدی؟ در اینجا صورت سگی کالون هست. دوستان عزیز در همینجا شما میتوانید کمتر باز داشته همراهی فرزند خود این صحیفه رو هم خوانید و بعد باز همراه ما دوام دهید که ما صحیفه آخرینش رو میخوانیم. معجزه تیار هستی؟ خونیم چی میشود؟ میبینیم که سگی کالون آمد. اکنون چی میشد معجزه؟ کنی؟ کنی؟ خون معجزه. من تر سی دم کی ترسید؟ لولا لولا ترسید. گربه از ترتنک ترسیده بالای درخت گریخت. لولا ترسید. باز چی شد؟ من مو مو مادرم اومد. مادرم اومد. مادر چی؟ مادر چی است؟ نمیدونم. من مادری تو هستم. مادر. تو باز مرا اپا میگم. لولا نه لولا نترس. کی گفت لولا نترس؟ کی لولا نترس گفت؟ مادرش گفت که لولا نترس. دوامش رو خونیم. سگ تر سید سگ ترسید. سگ کالون بود. امو مادرم کا کالون تر است. ما میبینیم که سگ ترسیده رفت از اینجا. دوستان عزیز شما میتونید به یک دقیقه به چند ثانیه اینجا رو باز داشتید و با فرزند خود بازم این صحیفه رو خونده برایید. معجزه رحمت. امروز ما با 3 حرف نو یاد گرفتیم. بیا یک بار دیگر خاطررسانی میکنیم که حرفای یاد گرفته اما کدام صدا میداد؟ این کدام صدا میداد؟ ت. و این کدام صدا میداد؟ و این کدام صدا میداد؟ نه معجزه. این گ صدای گ میداد. همراه ما باز دوام دهید و ما الفبای تاجیکی رو از خود کرده بازم بسیارتر حکایه ها و واقعه ها با زبان تاجیکی میخوانیم.